خیلی خب سلام مجدد عرض میکنم خدمتون. بخش دوم مقاله گانتریپ رو امروز با هم دیگه مرور خواهیم کرد. اگر یادتون باشه به تجربه تحلیلی گانتریپ با فربرن اشاره کردیم جلسه قبل و این مژده رو دادیم که تو این جلسه به تجربه گانتریپ با وینیکاد اشاره بکنیم و تفسیرهای بی‌نظیری که وینیکات به گانتریپ میده و خیلی میتونه بینش برانگیز باشه برای ما. عنوان مقاله هم که خدمتون قبلا عرض کردم، مقاله هستش که گانتریپ از تجربه روانکاوی خودش با دو تن از بزرگترین روانکاوان زمانه خودش به اسم فربرن و وینیکات که هر کدوم نظریات خودشون رو دارن توی بستر روانکاوی آبجکت ریلیشن میپردازه. گانتریپ میگه که ابتداعاً آشنایی من با وینیکات به واسطه خود فربرن. ظاهراً فربرن یه نامه‌ای می‌نویسه به وینیکات و میخواد که یه نسخه از مقاله خودش تحت عنوان Regression within the Psychoanalytic Setup رو برای گانتریپ بفرسته و از اینجا اولین تماس گانتریپ و وینیکات برقرار میشه. بعد گانتریپ میگه که وینیکات مقالش رو بر من فرستاد و اونجا یه نامه‌نگاری بین ما شکل گرفت و وینیکات به گانتریپ توصیه میکنه که قبل از اینکه رابطش رو با فربرن تحلیل بکنه به رابطه خودش با فروید توجه بکنه و اون رو بره راجبش فکر بکنه و تحلیل بکنه. خب ما میبینیم که از همینجا جرقه های تحلیلی وینیکات شروع میشه و همین هاست که هم وینیکات رو به صورت کلی آدم جذابی میکنه و هم گانتریپ نسبت به وینیکات جذب میشه. گانتریپ میگه که اون با حمله‌ای که فروید کرد به نوعی مقاله‌ای که بر من فرستاده بود رو لو داد. بعد سه تا نامه بین این دو شخص رد و بدل میشه و گانتریپ میگه که من به وینیکات گفتم رابطه من با فروید، اینجا دقت بکنید رابطه منظورش رابطه دوستی و ارتباطی نیست، رابطه نظری و تئوریک با فروید هستش. گانتریپ میگه که رابطه من با فروید خیلی قبلترها شکل گرفته و نظریه روانی جنسی او را قبول ندارم، اما راجع به آسیب شناسی روانی فروید حرفای زیادی برای گفتن دارد. منم کاملا با توضیح گانتریپ در مورد فروید برای وینیکات موافق هستم که اساساً هیچ کس تا الان به انسجام فروید سایکوپاتولوژی یا آسیب شناسی روانی رو نتونسته توضیح بده. حالا در مورد اتیولوژی و علت شناسی خب شاید یه جاهایی فروید نقصهایی داشته باشه و طبیعتا روانکاوان بعدی اومدن پر کردن این. اما در قدرت فروید در مورد آسیب شناسی روانی شک نمیشه کرد.
اینجا گانتریپ میگه که اگر فربرن فروید را در نظریه پشت سر گذاشته، وینیکات فروید را در درمان هم پشت سر گذاشته. در راستای همون صحبت قبلی که گانتریپ داشت در مورد انقلابی بودن وینیکات. بعد من قبل از اینکه به این قسمت صحبت گانتریپ اشاره بکنم، یه توضیح بدم راجع به یکی از مفاهیمی که در نظریه وینیکات وجود داره به اسم maternal empathy. نمیدونم فارسی چی میشه ترجمهش کرد، همدلی مادرانه، همچین چیزی. وینیکات معتقده که مادر و روانکاو در جلسه درمان بایستی maternal empathy داشته باشه. maternal empathy یعنی چی؟ من یادم دکتر دهخانی هر وقت میخواست اینو بر ما توضیح بده این مثال رو میزد. میگفتش که احساس بکنین خیلی تشنتونه، بعد بدون اینکه بگین تشنمه یه نفر یه لیوان آب خنک به شما بده. این مترنال ایمپاتیه، یعنی بدون تقاضا کردن، بدون به زبان آوردن، یک نفر میل شما رو، یک نفر نیاز شما رو به رسمیت بشناسه و تشخیص بده. و وینیکات معتقد بود که مادرها همچین قابلیتی رو در ارتباط با فرزندانشون به دست میارن در دوره والدگری خودشون، و روانکاو هم بایستی همچین قابلیتی رو کم کم بتونه به دست بیاره. و ما 3-4 جا توی تفسیرهایی که برای گانتریپ در ارتباط تحلیلیش با وینیکات میبینیم، رگه هایی از این مترنال ایمپاتی رو میبینیم که چقدر در بن و استخوان وینیکات ریشه داره مترنال ایمپاتی. برای مثال برگردیم به این قسمت مقاله. گانتریپ میگه تو سال 1961 یه نسخه از کتابم که عنوانش بود Personality Structure and Human Interaction رو برای وینیکات فرستادم و او به من نامه نوشت که نیازی نبود کتابت رو بفرستی، من از قبل کتاب تو رو تهیه کرده بودم. میبینی که انگار به نوعی وینیکات متوجه این نیاز گانتریپ برای ریکوگنایز شدن، به رسمیت شناخته شدن هستش و از قبل رفته کتاب تازه در اومده گانتریپ رو تهیه کرده. گانتریپ میگه مقالات وینیکات را به شدت پیگیری میکردم و در سال 1962 به این مسئله پی بردم که او تنها کسی است که میتواند به من کمک کنه. اینجا تصمیم خودش رو میگیره که جلسات تحلیلش رو با وینیکات شروع بکنه. میگه از سال 62 تا 68 تقریبا 6 سال، طی مدت 6 سال 150 جلسه با وینیکات داشته و چون شهرشون در واقع یکی نبوده، این جلسات هفتگی نبوده ظاهراً و یه مدت بینشون فاصله بوده و گانتریپ اشاره میکنه که اگر چه تعداد جلسات من با وینیکات خیلی کم بوده و بیشتر از 150 جلسه نمیشه، اما ارزش خیلی زیادی داره و تونسته مسئله اصلی رو تاچ بکنه، به قول فرنگی ها لمس بکنه. فارسی چی میتونیم بگیم؟ یه اشارتی نسبت به مسئله اصلی داشته باشه. ولی همونجور که خدمتتون گفتم، خود گانتریپ معتقده که هیچ کدوم از این دوتا روانکاو در طی اون زمانی که روانکاوی ادامه داشته نتونستن مسئله اصلی من رو اشارت بهش داشته باشن.
وینیکات خودش به گانتریپ گفته بوده که از پیشرفت حاصل شده در طی 150 جلسه خیلی متعجبه و اون رو به کار تحلیل فربرن قبل از خودش و همچنین پیگیری گانتریپ بین جلسات، که در واقع اون فاصله‌ای که میافتاده بین جلسات گانتریپ خودش رو تحلیل میکرده و این اثر بخشی این 150 جلسه و پیشرفت حاصل شده در طی این تعداد کم جلسات رو وینیکات در واقع این شکلی توجیه میکرده که در واقع برای فربرن نوشابه باز میکرده، میگفته این استاد فربرن نقش داشته توی پیشرفت جلسات و همچنین خود گانتریپ رو هم هندونه میذاشته زیر بغلش که تو هم چون آدم پیگیری هستی. و حالا تحلیلی که خود گانتریپ داره میگه که آره اینا درسته، ولی من فکر میکنم که دلیلش پرداختن به دوره نوزادی این فنسی و نبوغ خود وینیکات بود. دقت داشته باشین که توی قسمت قبل ما اشاره کردیم به این موضوع که فربرن همه تمرکز و حواسش رو گذاشته بود به روابط object relation اودیپال 3 نفره‌ای که بین داداش اه، گانتریپ مادر و خود گانتریپ وجود داشت. اما گانتریپ همیشه تصورش این بود که مسئله من با مادر میتونه به قبل از مرگ پرسی برادرش مربوط باشه و اینجا هم باز تاکید میکنه و وینیکات هم همچین نگاه و روی کردی رو به مسئله داشته. گانتریپ میگه وینیکات من رو به این نقطه رساند که قبل از اینکه مشکلات مادرم شروع شود، همون در واقع افسردگی ها و به هم ریختگی هایی که مادر تجربه می کرده توی ارتباطش با پدر و در نهایت ترکشاش به گانتریپ می خورده. وینیکات طی این 150 جلسه گانتریپ رو به این نقطه میرسونده که قبل از اینکه مشکلاتش با مادرش شروع بشه یک دوره خوب مادرانگی را با او تجربه کرده و در واقع ما یک مادر خوب داریم که قبل از شروع دوره افسردگی مادر گانتریپ هستش و یک مادر بد داریم. من با زبان آبجکت ریلیشن صحبت میکنم با شما دیگه. و طبیعتا من فکر میکنم 3-4 تا مقاله آبجکت ریلیشن با هم دیگه مرور بکنیم کم کم این زبان مادر خوب و مادر بد و اینا جا میفته برای شما، میتونین ارتباط برقرار بکنین. به صورت کلی اگر شما پیش زمینی از روانکاوی نداریم، برخی از اصطلاحات ممکنه در ابتدا برای شما سنگین به نظر برسه، ولی من فکر میکنم که بعد از این مدتی اگر پیگیر باشین جا خواهد افتاد و شما ارتباط بهتری با این موضوعات برقرار میکنید. من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم وقتی اولین بار با نظریات آبجکت ریلیشن مواجه شدم به هیچ عنوان نمیتونستم برخی از اصطلاحات رو درک بکنم، مثل همین مادر خوب مادر بد که از دل نظریه ملانی کلاین میاد و اونجا البته ملانی کلاین از پستان خوب و پستان بد صحبت میکنه. اما به تدریج یه خاصیتی که نگاه آبجکت ریلیشن داره اینه که قابل لمس، برعکس نظریه لکان که خیلی شما نمیتونین لمسش بکنین، ولی آبجکت ریلیشن خیلی قابل لمسه در زندگی و نمونه‌هاش توی خود شما توی اطرافیانتون قابل رؤیت هستش.
و من فکر میکنم که یه خورده صبوری نیاز هستش برای اینکه این اصطلاحات رو بتونین باهاش ارتباط برقرار بکنین و نمونه‌هاش رو تو خودتون، تو دیگران، تو اطرافیانتون کم کم پیدا بکنید. حالا اینکه در واقع قابل لمس هستش، لزوما نه تأکیدیه بر کاملا درست بودنش و نه تأکیدیه بر اینکه ساده انگارانه هستش. فضا، اتمسفر رو دارم برای شما شرح میدم و من وقتی راجع به یک نظریه ای صحبت میکنم یا مقاله رو ارائه میدم، خودم رو سعی میکنم تا جای ممکن از جانبداری و سوگیری خارج بکنم و طبیعتا نقدها و اه، اه، اشکالات خودم رو هم جایی به نظریه آبجکت ریلیشن دارم و خب شاید در یک موقعیت دیگه بتونیم صحبت بکنیم راجبش. ولی حیفم میاد که در واقع چون اینجا تنورش داغه این رو نچسبونم که یکی از در واقع نقد هایی که به نگاه های آبجکت ریلیشن هست، اه، بعد حالا به زبان لکانی اون بعد خیالی خیلی درش برجسته هستش و اساساً دلیل اینکه هم قابل لمسه، هم یه جاهایی میتونه کار کرده خوبی داشته باشه، همین برجسته شدن بعد خیالی درش هستش که اه، ما رو خیلی تصویر اه، واضحتری ما رو با تصویر واضحتری مواجه میکنه، اما میتونه هر از گاهی فریبنده باشه در کنار کاربردهای بالینی خودش. خیلی خب، برگردیم به مقاله گانتریپ. پس گانتریپ میگه تجربه من با وینیکات نشون داد که قبل از اینکه این مادر هیولا بشه، ظاهرا یک تجربه مادرانگی خوبی وجود داشته و میدونیم که وینیکات معتقده که ما اساسا کودکی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که یک مادری کنارش نباشه. حالا مادر لزوما مادر بیولوژیکی نیست، میتونه پرستار باشه، یه مراقبی همیشه در کنار کودک هست و اگر کودک یک مراقب خوبی نداشته باشه قطعا رشد نخواهد کرد، چه رشد جسمانی چه رشد روانی. و هر کسی که تا حدی به نوعی اسکیزوفرن نشده از نگاه آبجکت ریلیشن، یه دوره‌ای یه آبجکتی داشته، یه آبجکت خوبی داشته، یه مادر خوبی داشته و حالا اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده و چه مشکلاتی به وجود اومده بحث جداگانه‌ایه، ولی به صورت کلی آدم‌های نوروتیک یه تجارب خوبی رو تو زندگیشون با افراد مهم گذشتهشون حتما داشتن و وینیکات این رو برای گانتریپ تجربه ملموسی میتونه بکنه. خیلی خوب، بریم سراغ تفسیرهای حیرت انگیزی که وینیکات به به گانتریپ توی جلسه اول میده. گانتریپ میگه در جلسه اول من داستان فراموشی ترومای مرگ پرسی را برای او گفتم و همچنین کار تحلیلی فربرن بر روی ابژه‌های بد درونی رو براش توضیح دادم. اما تمرکز وینیکات بر هیچ کدام از این دو نبود، بلکه او میخواست به شکست من در ارتباط با مادر اولیه بپردازد. چطور این کار را کرد؟ جلسه اوله
تحلیل ببینید چی کار میکنه وینیکات. شبیه گزارشگر فوتبالشونم. اینقدر هیجان داره این کار وینیکات برای من به عنوان کسی که کار بالینی هم انجام میدم. گاتریپ میگه من کل جلسه رو داشتم صحبت میکردم و برای وینیکات توضیح میدادم که مرگ پرسی چطور بوده و نمیدونم رابطه من با فربرن چطور بوده و چطور جلسه پیش رفته و اینا. و وینیکات یک کلمه حرف نمیزنه در جلسه هم. بعد ببین چه اتفاقی میفته در انتهای جلسه. وقت تموم شده، وینیکات از ابتدای جلسه بعد از این که گفته سلام حال شما بفرمایید، گانتریپ خوابیده روی کاناپه و شروع به صحبت کرده، هیچی نگفته. در انتهای جلسه ببینید وینیکات چی میگه. میگه که من چیز خاصی برای گفتن ندارم، اما اگر چیزی نگم ممکنه فکر کنی اصلا اینجا نبودم. بی‌نظیره این، چی اسمشو بذارم، نه تفسیره نه نظر خاص تخصصی داده، ولی در دل خودش به ویژه کسایی که یه خورده تیز باشن خیلی نکته مهمی رو گرفتن اینجا. وینیکات صرفا با بیان این که ببین من حرفی ندارم به تو بزنم، ولی اگر همینو نگم، همین حرفی ندارم به تو بزنم رو به تو نگم، تو فکر میکنی که من اصلا اینجا نبودم، تو یه ساعت داشتی صحبت میکردی. متوجه میشین نبوغی که در دل این گفته کوتاه وجود داره رو. به نوعی با این حرف به گانتریپ میگه که تو اگر من حرف نزنم نگران میشی که من اینجا بودم نبودم، حرفای تو شنیدم نشنیدم. و این طبیعتا به یه مسئله سایکولوژیکال اشاره میکنه. گانتریپ میدیده که این اونجا نشسته، ولی از لحاظ روانشناختی نمیتونه ظاهرا وقتی سکوتی برقرار میشه احساس بکنه که این ابژه قابل اعتماد که اینجا وینیکات هستش در مقیاس نمادین و در مقیاس در واقع object ریلیشن مادر است دیگه وینیکات، و خیلی وینیکات هم مترنال هستش رو کردش دیگه. با همین یک جمله دنیایی رو میتونه به گانتریپ باز کرده باشه و یک مسئله خیلی مهم رو اشاره کرده باشه. و اینجا خود گانتریپ میگه که وینیکات با این حرفی که در انتهای جلسه به من گفت داشت به حس نکردن مادر توسط من اشاره میکرد. اون جایی که رابطش با مادر قطع میشه، به زبان باز object بخوایم بگیم اگو ریلیتدنس، در واقع گانتریپ دچار مشکل میشه با مادر، و وقتی مادر نیست، افسرده است، تو خودش این رو در واقع میزنه، دچار استراب میشه. این رو توی جلسه تحلیل ما وقتی میبینیم که سکوت روانکاو به شدت اذیت کننده میشه برای آنالیزان، و یا مثلا توی زندگی واقعی وقتی میبینیم که یه خورده مثلا یه قراری دیر و زود میشه، آدما به هم میریزن، یا یه تماسی پاسخ داده نمیشه یا دیر پاسخ داده میشه، یا یه پیامی به قول امروزیا سین نمیشه، دیده نمیشه، اون طرف رو میتونه به هم بریزه. و از نظر وینیکات این
اه، میتونه چیزی شبیه به این باشه وقتی اونور خط، اونور ارتباط، یه آدمی سکوت میکنه یا چیزی نمیگه، شبیه به مادریه که دیگه وجود نداره. جلسه دوم، ببینید 150 جلسه هر کدومش کارکرد خودش رو داشته. وینیکات در جلسه دوم این تفسیر را به من داد: شما در مورد من میدانید، اما من هنوز تبدیل به شخص برای شما نشدم. شما ممکن است از اینجا بروید و احساس تنهایی کنید به گونه‌ای که انگار من واقعی نبودم. شما احتمالاً قبل از تولد پرسی یک بیماری داشته اید و احساس کرده اید که مادر شما را رها کرده تا خودتان از پس خودتان برآیید. بعد شما پذیرفته اید که گویی پرسی بخشی از خود شماست که نیاز به مراقبت مادر دارد و وقتی او مرده شما دچار فروپاشی شده اید. اینجا وینیکات پرسی برادر گانتریپ رو بخشی از خود او در نظر میگیره و که مادر داشته از اون مراقبت میکرده. خب من این تفسیر باز به شدت بینش برانگیز وینیکات رو میخوام باز میکنم برایشون. وینیکات به گانتریپ میگه باز ببینیم مترنال ایمپاتی داره توش مستقیما مترنال ایمپاتی رو شما نمیبینید ولی در دل خودش وجود داره. گانتریپ هر چیز وینیکات با شمع مادرانه و مترنال ایمپاتیک خودش میگه تو احتمالاً از این در که میری بیرون، از پیش من که میری احساس تنهایی شدیدی میکنی به گونه‌ای که انگار اصلا من واقعی نیستم و نبودم. اونجا که میگه من هنوز تبدیل به شخص برای شما نشدم. و تحلیل وینیکات از درگیری تروماتیک گانتریپ با برادرش که فوت کرده این شکلیه که مادر به نوعی یک ارتباط خوب اولیه‌ای رو داشته با گانتریپ، بعد دچار اون حالت افسردگی و اینا میشه و برادرش پریسی به دنیا میاد و خب به هر حال پریسی توجه مادر رو تا حدی جلب میکرده و نیاز به یه سری مراقبت ها داشته. وینیکات میگه ببین احتمالاً تو اون مراقبت مادر از پریسی رو وقتی میدیدی چون احساس میکردی که نیاز به این مادر داری خودت رو در جایگاه پریسی میذاشتی و نه به خاطر اینکه در واقع مراقبتی دریافت بکنی بلکه احساس بکنی که این مادره وجود داره و اه، وقتی که وقتی که پریسی میمیره انگار تو بخشی از خودت رو از دست دادی از اون بابت که دیگه نمیتونی هیچ راه ارتباطی با مادر داشته باشی. اصلا مسئله رو دگرگون میکنه اینجا. میگه ببین این سوگ تو از دست دادن برادر و اینا رو من میفهم ولی داستان میتونه خیلی پیچیده تر از این موضوعات باشه از اون بابت که تو صرفا برادر رو از دست ندادی، تو ارتباطت با مادر رو از دست دادی. چرا؟ چون تنها راهی بوده که این شکلی خودت رو میتونستی به یه ابژه‌ای وصل بکنی، به یک مادری وصل بکنی و این واقعا نگاه حیرت برانگیزیه که میتونه سر جای خودش تراپیوتیک هم باشه.
امیدوارم گرفته باشین این نکته جلسه دوم گانتریپ با وینیکات رو. وینیکات مرگ پریسی برادر گانتریپ رو تحلیل مجددی که میکنه با نگاه آبجکت ریلیشن خودش به مرگ ارتباط گانتریپ با مادر نسبت میده، چون پریسی تبدیل به در واقع یک پارت آبجکت یا یک در واقع خود جایگزینی شده بوده برای گانتریپ که بتونه با مادر مراقبت بکنه، با مادر در واقع ارتباط داشته باشه. این یک تفسیر عالی آبجکت ریلیشن بود، اما از طرف وینیکات نه از طرف فربر. اینجا گانتریپ میگه توی که یکی دیگه از جلساتش یکی از در واقع تفسیرهای وینیکاتی دیگر رو به ما نشون میده. گانتریپ میگه من به وینیکات گفتم که احساس جمود، خمودگی، ملالت میکنم، احساس خستگی دارم، حوصله ندارم از این داستانا. داشته شکایت میکرده پیش وینیکات. وینیکات ببینین چه پاسخی میده. وینیکات میگه ببین، اگر تو 100% دچار جمود بودی احتمالا اصلا نمیتونستی حرکت بکنی و باید یه کسی میومد تو رو از خواب بیدار میکرد. تو صبح از خواب بیدار شدی گانتریپ. البته احتمالا بهش میگفته هری با توجه به شناختی که از وینیکات داریم احتمالا بهش میگفته هری جان، به نظر میرسه بعد از مرگ پریسی تو هری اگرچه دچار فروپاشی شدی اما بخشی از خودت رو حفظ کردی تا به زندگی ادامه بدی و بخشی دیگه از تو در پیله ای از سرکوب و ناخودآگاه قرار داره و تلاش میکنه برای اینکه از این پیله بیاد بیرون و نمیتونه و هر دوتای این مسئله منجر به اون حس خستگی تو شده. با یه تیر در واقع اینجا وینیکات 3 تا نشون میزنه. اولا به گانتریپ نشون میده که به زبان فرویدی اگرچه که یه حس مرگی در تو هست، یه حس زندگی هم در تو وجود داره. میدونین که اصلی ترین مداخله در ارتباط با آدمایی که میخوان خودکشی بکنن همینه و اینکه شما بهشون نشون بدی در قصدشون یک دودلی وجود داره، علیرغم اینکه خیلی جدی میخوان خودشونو بکشن، اون تهمه ها یه کانکشنی با زندگی همیشه وجود داره. این مداخله در بحران در مورد کسیه که میخواد خودکشی بکنه. اینجا وینیکات این رو به گانتریپ نشون میده که تو 100% دچار خمود نیستی. تو پرانتز بگم لامصب تو 60 تا مقاله و کتاب نوشتی، اگر تو خمودی دیگه بقیه باید چی بگم چی بگم. ولی خب حالا شوخی میکنم، این روانیه دیگه، یعنی ممکنه یه آدم از لحاظ واقعیت بیرونی خیلی اکتیو باشه ولی روانی احساس جمود بکنه. و نشون دومی که میزنه اینه که اون کانکشن رو برقرار میکنه با نقطه ثقل مرکزی مسائل گانتریپ. میگه تو بعد از مرگ پریسی احتمالاً بخشی از وجودت که در ارتباط با مادر بوده
دچار فروپاشی شده، ولی بخشیش رو حفظ کردی. ببین دقت بکنین اینجا نشون سوم اشاره به اون بخشیه که در پیله سرکوب و ناخودآگاه هستش. وینیکات داره سعی میکنه چیزی رو در گانتریپ ببینه که خودش نمیتونه ببینه و با دیدن وینیکات در نقش یک ابژه مهمه که گانتریپ میتونه در خودش ببینه که یه زمانی از پیله میاد بیرون و به خاطر همین هم شاید بوده که در 70 سالگی، حالا اگرچه خیلی دیر، این اتفاق میفته. مثالی که من همیشه در این مورد میزنم رابطه مادر و کودک هستش. در کانتکست آبجکت ریلیشن خیلی این رابطه مهم هستش. وقتی مادر بچهش به دنیا بیاد و شروع به صحبت کردن با اون نوزاد میکنه، میدونه که این بچه اندازه گاو زبون حالیش نیست، ولی مادر دست از تلاش بر نمیداره، برای بچه داستان میگه، شعر براش میخونه، قربون صدقش میره، باش حرف میزنه. حالا شما فرض بکنید ما یه مادری رو داریم که میگه خب این که تا 1 سالگی که هیچ حرف نمیفهمه، من بذارم 1 سالگی فعلا فقط تر و خشکش بکنم، بعد از 1 سالگی شروع میکنم باش حرف زدن. اون بچه هیچ وقت حرف زدن یاد نمیگیره. در واقع مادر یک پرسپکتیوی داره، یک آینده نگری در ارتباط با بچهش داره و این رو میبینه در بچه و شروع میکنه باهاش حرف زدن. و به همین منوال اینجا شما میبینید که گان تریپ توسط وینیکات یه چیزی درش دیده میشه که در پیله هستش و میتونه بیرون بیاد و اون رو از خمودگی و ملالتی که درگیرش هست نجات بده. و خب این بازی که از اقدامات تراپیوتیک دیگه که درمانگران آبجکت ریلیشن خیلی بهش اهمیت. حالا یکی از برجستگی هایی که توضیحات گانتریپ در مورد تفسیرهای وینیکات داره اینه که هر دو سو هستش. یعنی وقتی که گانتریپ حرف نمیزنه، وینیکات یه نظریه، یه تفسیر حیرت برانگیز میده. وقتی زیاد حرف میزنه یه تفسیر حیرت برانگیز دیگه میده. یعنی میخوام بگم در دو تا قطب مخالف بلده چطوری تفسیر بده و ارتباط رو پیش ببره وینیکات. کانتریپ میگه در جلسه دیگری من به این موضوع اشاره کردم که افراد معمولا به من میگن تو خیلی فعال و پر انرژی، همونطور که منم جلوتر گفتم 10 تا کتاب نوشتم. باز ادامه میده کانتریپ، میگه وقتی سکوتی در جلسه روانکاوی اتفاق میافتد انگار دوست دارم با حرف زدن بیخودی آن را پر بکنم. فربر معتقد بود که من میخوام کنترل جلسه رو در دست بگیرم. ببین تحلیل های اودیپال آبجکت ریلیشن میده فربر، میگه ببین تو میخوای میز رو برعکس بکنی، اجازه نمیدی. فربر میگه احتمالاً، من اینو از زبان خودم میگم، فربر احتمالاً بهش میگفته ببین تو اینقدر حرف میزنی که میخوای اجازه ندی که من تفسیر بهت بدم و میز رو برعکس بکنی، کنترل جلسه رو دستت بگیری. اینا تفسیرهایی بوده که فربرن در ارتباط با زیادی حرف زدن و پر کردن سکوت جلسه به گانتریپ میداده. ادامه بدیم. فربرن معتقد بود که من میخواهم کنترل جلسه را در دست بگیرم و به نوعی اختگی را به روانکاو تحمیل کنم.
اما تفسیر وینیکات رو شما ببینید. خود گانتریپ میگه تفسیر وینیکات نور زیادی بر این موضوع انداخت. ببینیم وینیکات چی میگه. میگه که حالا اینا رو به صورت خیلی چیز آورده دیگه، مقاله است دیگه، احتمالاً وینیکات اینجوری صحبت نمی‌کرده تو جلسه. وینیکات چی میگه؟ میگه مشکل شما این است که آن فروپاشی بعد از مرگ پرسی هیچ وقت برای شما حل نشده و شما مجبور هستید دائما تلاش کنید که زنده به نظر برسید. وای، یعنی باید دست بزنید برای وینیکات و تفسیر بی‌نظیر اصلا یهو فروپاشی میکنه. ببینید برخلاف نظر خود گانتریپ توی ابتدای این مقاله، یادتون هست وقتی جلسه قبل صحبت کردیم من اشاره کردم که گانتریپ میگه که نظریه مهم نیست، زیاد درمان، و من اونجا مخالفت کردم. گفتم اتفاقا نظریه باید همیشه پشت سر تفسیرهای روانکاو وجود داشته باشه. اما با حرف دیگه گانتریپ من موافق بودم که نظریه سرونت و خدمتکار خوبیه ولی ارباب خوبی نیست. ببینید فربرن چرا اون حرف رو میزد؟ میگفتش که تو با زیادی حرف زدن میخوای کنترل جلسه رو به دست بگیری. اینجا وینیکات از زمین تا آسمون تفسیرش متفاوت میشه به دلیل نظریه متفاوتی که داره و هر کدوم هم به نظر من میتونه کارکرد خودش رو داشته باشه. امروزه من با نظر فربرن حتی ارتباط بهتری برقرار میکنم یعنی این شوق و این کف زدنی که من برای وینیکات میکنم لزوما به مثابه تاییدش نیست. براش کف میزنم از این بابت که اون نظریش رو میتونه تو درمان خیلی خوب پیاده بکنه و تفسیرهای حیرت برانگیزی بسازه که سر جای خودش کار کردم داره. میبینیم که گانتریپ خیلی ارتباط بهتری برقرار کرده با توجه به مشکلی که داشته. دقت بکنید که ما در روانکاوی به شدت فرد محور نگاه میکنیم. شاید من به صورت کلی با نظر فربرن ارتباط بهتری برقرار میکنم، اما برای یک شخصی که دچار مسائل پریودیپال هستش طبیعتا میتونه نگاه وینیکات اینجا اهمیت بهتر، کارکرد بهتری رو داشته باشه. خب پس تفاوت این دوتا رو شما ببینید. مسئله چی بوده؟ مسئله اینه که این دوست خوب ما گانتریپ یه خورده ADHDه، به زبون این همین چیز روانپزشکا و روانشناسا یه خورده ADHD. البته این اصطلاح دیگه چیز روز شده، آدم معمولا به کار میبرن من ADHD دارم فلان. واقعیت من حالم به هم میخوره وقتی این حرفا رو توی سطح جامعه میشنوم و تبدیل به یه چیز شده، یه خود نقل و نباتی شده برای اینکه مسائل خودشون رو با یه کلمه‌ای، با یه تشخیصی آدم‌ها ازش عبور بکنن، ازش بگذرن. بگذریم. یه دوستی ما داریم به اسم گانتریپ، ایشون ADHD بوده، به قول این چیزی که گفتیم فعال بوده، پر انرژی بوده، زیاد حرف میزد، سکوت در جلسه روانکاوی رو سعی میکرده با مزخرف گویی پر بکنه. فربرن تفسیری که میکرده این بوده که تو میخوای کنترل جلسه رو به دست بگیری. خیلی خوب. و من رو در واقع ناتوان بکنی از تفسیر کردن خودت. حالا بعد از مدت ها میره پیش کی؟ میره پیش وینیکات.
وینیکات بهش میگه این تلاش و انرژی تو به خاطر اینه که وقتی تلاش نمی کنی، وقتی در واقع پرتحرک نیستی، احساس مردگی میکنی. دقت بکنید، تفاوت از زمین تا آسمون بین این دوتا تفسیر. در ادامه وینیکات میگه شما نمیتوانید اطمینان داشته باشید که در هر صورت زنده خواهید ماند. یادتون باشه وینیکات معتقده که بچه بدون مادر نمیتونه زنده باشه و اشاره کردیم به اینکه رابطه گانتریپ با مادر از بعد از مرگ پریسی قطع میشه و به نوعی با زیادی تلاش کردن و زیادی مقاله و کتاب نوشتن انگار گانتریپ سعی میکرده که احساس زنده بودن، احساس زندگی رو در خودش روشن نگه داره، شمع زندگی رو دائما ازش محافظت میکرده. این شکلی بریم ادامه بدیم تفسیر وینیکات رو. شما باید به شدت کار کنید تا احساس وجود داشته باشید. شما احساس میکنید در فاصله های سکوت ممکن است مثل پریسی بمیرید، چرا که اگر شما متوقف شوید مادر دیگر کاری برای شما انجام نخواهد داد. دقت بکنید اگر مادر، حالا اینجا منظورش از مادر اینترنال اوبجکته، یه ابژه درونی شده ای، اگر مادری وجود داشته باشه که در واقع شما مطمئن باشین، فضای امنی داشته باشین که حالا اگه بعضی روزا هم من مریض هستم این منو ول نمیکنه، این از من نگهداری میکنه، خب احساس اضطراب نمیکنید. ولی اگر در واقع این مادره احساس بکنین که وجود نداره، شما فرصتی برای مریض بودن، فرصتی برای استراحت کردن نخواهید داشت. اگر شما متوقف شوید مادر دیگر کاری برای شما انجام نخواهد داد. شما حتی نمیتوانید وقفه بین جلسات را تاب بیارید. وای وای، اینجا باز باید براش دست بزنید. ببین یه روانکاو در واقع نپخته‌ای وقتی که مراجع میگه که من بین جلسات همش فکر میکنم، به جلسه تحلیل میکنم، دقت بکنید کیس بای کیس فرق داره، حالا همه چیز رو این شکلی نگاه نکنید. وقتی یه مراجعی میگه که من بین جلسه همش درگیر جلساتم، به این فکر میکنم، یه روانکاو ناپخته ممکنه بلافاصله بگه خب خیلی خوبه که تو ذهن خودش واقعا این شکلیه، یعنی درگیر شدن با جلسه امر مثبتیه، ولی دقت بکنید کیس با کیس تفاوت. روانکاو نپخته میگه که خب خیلی خوبه این که تو بیرون از اتاق درمان هم تو با جلسه درگیری هستی، ولی ببینید وینیکات چطور این درگیری گانتریپ با جلسات رو تفسیر میکنه. میگه شما حتی نمیتوانید وقفه بین جلسات را تاب بیارید و با رکورد کردن و نوشتن راجع به جلسات سعی میکنید فاصله را پر کنید. نباید فاصله وجود داشته باشد. شما نمیتوانید احساس کنید که من در هر حال نگران و منتظر شما خواهم بود تا جلسه بعد. شما راجع به فعال بودن میدانید، اما انگار چیزی راجع به فقط رشد کردن. اینم از میتونیم اینو چیز بکنیم، با خط نستعلیق بنویسیم بزنید روی دیوارتون، از اون جملات قصار بعضی خیلی دوست دارن، قصار. شما راجع به فعال بودن میدانید. ترجمهش برای در واقع مردم امروز میشه بگیم که شما راجع به موفق شدن، شما راجع به پیشرفت کردن، شما راجع به کار کردن میدانید، اما انگار چیزی راجع به
فقط نفس کشیدن به هنگامی که خواب هستید بدون اینکه کاری بکنید نمیدانید. این هم از در واقع جملات قصار وینیکات در دل تفسیرهاش. چی شد پس؟ برخلاف فربرن که معتقد بود این زیاد صحبت کردن های گانتریپ نشون دهنده کنترل گریشه، وینیکات اومد گفتش که نه، تو میخوای که احساس زنده بودن بکنی و این فرمای دیگه هم داره، مثل وقتی که بیرون از جلسه دائما در حال تکاپو هستی و زیادی هم یه جایی مقاله مینویسی و اینا رو بهش نمیگه ولی میشه حد زد. در ادامه گانتریپ میگه که کم کم توانستم کمی با سکوت موجود در جلسه رابطه بهتری برقرار کنم. در یکی از این جلسات در حالی که اینجا رو ببینید، وای وای وای، یعنی اوج مترنال ایمپاتی رو ما میتونیم اینجا ببینیم. دقت بکنید اینجا، خیلی من دوست داشتم اینجا شو. میگه در یکی از جلسات در حالی که کمی مضطرب شده بودم، رو کوچ خوابیده بوده، یه خورده سکوت ظاهرا برقرار شده بوده تو جلسه و سکوت گانتریپ رو مضطرب کرده بوده. میگه سکوت بود، من مضطرب شده بودم، بعد احساس کردم که وینیکات سر جای خودش تکون خورد. مثلا من اینجا پامو میندازم رو پام، مثلا یه وری میشم اینجوری. گانتریپ تو جلسه احساس میکنه که وینیکات سر جای خودش تکان خورد و اینجا میگه یه خورده استرابم برطرف شد، کمی اطمینان خاطر پیدا کردم. بعد اینو به زبون نیاورده. دقت بکنید مترنال ایمپاتی ببینید چقدر در وینیکات بارزه و عجیبه اصلا بشر. حالا من بعد از اینکه این تفسیر رو گفتم یه داستانی هم از وینیکات برای شما نقل میکنم. خب موقعیت چی بوده؟ موقعیت این بوده گانتریپ روی تخت روانکاوی خوابیده، سکوت برقرار شده، سکوت مضطربش کرده. بعد احساس میکنه که یه صدایی شنید، این صدای تکون خوردن وینیکات سر جاش بوده، مثلا خسته شده یه وری نشست. بدون اینکه حرفی بزنه راجع به این استراب، گانتریپ وینیکات متوجه استراب در گانتریپ میشه و اینطور بهش میگه. وینیکات میگه به کی میگه؟ به گانتریپ. میگه شما داشتید نگران میشدید که من میخواهم شما را ترک کنم. شما سکوت را نشانه ترک شدن میپندارید. گویی فاصله به این معنا نیست که شما مادر را فراموش میکنید، بلکه این مادر است که شما را فراموش میکند. و اکنون این را دارید با من تجربه میکنید. شما تکرار ترومای پریسی را به عنوان راهی برای نجات دارید بهره برداری میکنید. شما ترک شدن توسط مادر را به من دارید منتقل میکنید. دقت بکنید اینجا هم تفسیر اون موقعیت رو داره بدون اینکه گانتریپ حرفی زده باشه از استرابش. مترنال ایمپاتی کرده. اولا وینیکات گفته نگران شدی من ترکت بکنم. بعد اینجا میگه که وقتی سکوت و فاصله اتفاق میفته دال بر فراموش شدن شما توسط مادره و من رو اینجا در جایگاه مادرت گذاشتی. تفسیر در واقع انتقالی میده. و بعد این تأکیدی که در واقع به مرگ پریسی داشته رو به عنوان یه دفاع تفسیر میکنه توی این مرحله. میگه شما تکرار ترومای مرگ پریسی را به عنوان راهی برای نجات دارید بهره برداری میکنید. میگه برای اینکه در واقع فکرت نره به سمت اینکه این مادر من رو ول کرد، من رو ترک کرد، رو خیلی
دست گذاشتین روی سوگ پریسی، در حالی که سوگ مرتبط با مادر میتونه باشه. شما ترک شدن توسط مادر را به من دارید منتقل میکنید. همونطور که گفتم تفسیر انتقالی میده اینجا. گانتریپ میگه به سختی میتوانم بگویم چقدر این تفسیر وینیکات بر روی من اثر بخش بود و به رابطه غیر ارتباطی با مادرم نزدیک شدم. حالا اینجا که گفتم توی موقعیت‌های مشابه تفسیرهای عجیب و غریب وینیکات، اینجا رو ببینید. میگه توی یکی از جلسات قبل از خاتمه درمان شروع کرده بودم به صحبت‌های بیخودی و پرتکرار، اما این بار او تفسیر دیگری ارائه داد. کی؟ وینیکات. ببینید تفسیر رو. میگه به نظر میرسد که گویی شما میخواهید به کمک من به تولد یک بچه دامن بزنید. تو پرانتز یادتونه جلوتر یه آشی پخته بود، جلوتر بهش گفته بود تو یه بخشی داری که زنده است ولی در پیله است. حالا آشی رو که جلوتر پخته بود، تنوری رو که جلوتر داغ کرده بود، اینجا آشه رو میخواد بهره برداری بکنه، نون رو بچسبونه به تنور. بریم ببینیم چی میگه. به نظر میرسد که گویی شما میخواهید به کمک من به تولد یک بچه دامن بزنید. اینا رو در جواب چی داره میگه؟ در جواب این پرتکراری حرفای بیخودی زدن. توی یه موقعیت دیگه این حرفای بیخودی زدن گانتریپ رو چطور تفسیر کرده بود؟ اونایی که حافظه‌شون از ماهی بیشتره بگن. چطور تفسیر کرده بود؟ اینطور که تو میخوای با حرف زدن در جلسه سکوت اتفاق نیفته، چون وقتی سکوت اتفاق میفته احساس میکنی که رابطت با من رو از دست دادی، مثل رابطت با مادر. حالا اینجا باز همون موقعیت داره اتفاق میفته، صحبت‌های بیخودی میکنه گانتریپ تو جلسه، اما تفسیر متفاوته و عطف به ما سبقه. یعنی برخلاف باز روانکاوانی که تجربه قوی ندارن و پخته نشدن و هنوز زمین‌های خاکی به سر میبرن، انقطاع نداره جلسات وینیکات. دقت بکنیم مثلا جلسه دهم یه چیزی به مراجع گفته، به آنالیزان گفته تو یه بخشی داری که در پیله است. حالا جلسه 120 از اون چیزی که در جلسه دهم گفته میخواد بهره برداری کنه و نونو بچسب. به نظر میرسد که گویی شما میخواهید به کمک من به تولد یک بچه دامن بزنید. شما 1.5 ساعت دائما شروع به حرف زدن کرده اید. من کاملا تحت فشار گوش کردن و برقراری فضا برای صحبت شما بودم. انگار شما میخواهید مطمئن شوید که من میتوانم حرف زدنهای مکرر شما را تحمل کنم بدون اینکه نابود شوم. واقعا من ارتباط به شدت زیادی با وینیکات برقرار میکنم توی تفسیرهاش، اگرچه که وینیکاتی نیستم. به هر حال تحلیلی نگاه روانکاوانه است دیگه، زیباست. خب در قسمت اول تفسیر میخواد با اشاره کردن به اون بخشی که در واقع در پیله بوده به گانتریپ یادآوری بکنه که تو میخوای این بخش در پیله رو آزاد بکنی. بعد میگه که میگه ببین اینجا باز من در پرانتز میتونم یه توضیح رو عرض کنم. در روانکاوی کلاسیک کانتر ترانسفرنس پاتولوژیک بهش نگاه میشه. یعنی چی کانتر ترانسفرنس؟ یعنی احساساتی که روانکاو نسبت به آنالیزان پیدا میکنه، مثلا نسبت به آنالیزانی خشم پیدا میکنه یا احساس عشق پیدا میکنه، احساس
نفرت پیدا، هر احساسی که در واقع روانکاو نسبت به آنالیزان داشته باشه، چه مثبت چه منفی، توی نگاه کلاسیک پاتولوژیک محسوب میشه. یعنی روانکاو مشکل داره، باید بره گیر و گورهای خودش رو برطرف کنه. اما در نگاه آبجکت ریلیشن از کانتر ترانسفرنس به عنوان یک ابزار درمانی استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که روانکاو احساس کرد که این مراجع داره یه حس بدی رو در من ایجاد میکنه یا منو تحت فشار گذاشته، در واقع این یه راه ارتباطیه. آنالیزان میخواد به روانکاو بگه که ببین، من همچین حسایی رو تجربه میکنم، این یه اپسیلونشه، دارم تو ایجادش میکنم، دارم این خشمی، آتیشی که تو وجودمه رو یه قاشقش رو میدم به تو که تو بچشی، بفهمی من چی تجربه میکنم. و این رو بعضی وقتا در واقع برمیگردونه روانکاو به منتها سردش میکنه، تفسیرش میکنه و برش میگردونه به آنالیزان. و اینجا به نظر میرسه وینیکات از این مسئله استفاده کرده. موقعیت چیه؟ گانتریپ اومده تو جلسه 1 ساعت و نیم، حالا ساعتش هم 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و نیم شروع کرده بوده، همینجوری داشته حرفای تکراری و بیخودی میزده و وینیکات ظاهرا فشاری رو در خودش احساس میکنه و میفهمه که خب احتمالا این رو داره در من، یعنی پیش خودش میگه، وینیکات میگه این رو احتمالا داره در من ایجاد میکنه این گانتریپ و این میخواد یه چیزی به من بگه. دقت بکنین، کانتر ترانسفرنس به عنوان یک ابزاری برای تفسیر ازش استفاده میشه. اینجاست که دیگه میگیم وینیکات نسبت به فروید انقلابی از فروید عبور کرده. اینجاست دیگه. و این شکلی برمیگردونه این کانتر ترانسفرنس رو، عرض کردم باید برگردونه روانکاو به آنالیزان خودش. میگه تو میخوای مطمئن بشی که هر چقدر حرف بزنی، هر چقدر که تو من احساس فشار ایجاد بکنی، من نابود نمیشم، من اینجا هم بازم تو رو میپذیرم، جلسه بعدم بیا. دقت میکنی به همین زیبایی، به همین سادگی. تبلیغ یخچال مرسان بود، میگفت زیبا، جادار، مطمئن. همین ساخت واقعا ساده است ولی زیباست، ولی جاداره از این بابت که مسئله مهمی رو داره به آنالیزان میگه. میگه تو نگرانی که من نابود بشم و اینقدر داری فشار در من ایجاد میکنی، ولی من تحملت میکنم، ولی من نابود نمیشم، ولی من اینجا هستم. گانتریپ میگه وینیکات تبدیل به یک مادر خوب شده بود برای اینکه خود در پیله من بتواند رشد کند، در نقطه‌ای که مادر خودم نتوانسته بود از پس این کودک برآید. بعدها فهمیدم که وینیکات تمام نگاه من به ترومای مرگ پریسی را تغییر داد وقتی که اینطور تفسیر کرد. در واقع این تفسیری که گانتریپ بهش اشاره میکنه تفسیری بوده که نگاه گانتریپ رو نسبت به مرگ پریسی تغییر میده. میگه که وینیکات بهش گفته، این شکلی گفته تو خودت هم میتونی پستان خوبی باشی، اینجا منظور مادر خوب. تو همیشه بیشتر از آنچه دریافت کنی میدهی. من برای تو خوب بودم اما تو هم برای من خوب بوده ای. تحلیل شما یک امر بسیار مفید برای من بوده است. تا قبل از تحلیل شما من فکر نمی کردم اینقدر بتوانم خوب باشم. شما مجبور نیستید که برای من خوب باشید. من به آن نیاز ندارم که شما برای من خوب باشید و می توانم باعث خوب نبودن خودم کنار بیایم. دقت بکنید اینجا در واقع کم کم وینیکات داره اون اعتماد رو توی گانتریپ ایجاد میکنه که همونجور که در واقع تو برای من خوب بودی،
و واقعا هم خوب بوده دیگه. نامه‌نگاری میکرده، یه سری تئوری های وینیکات رو با نقد کردن بهش کمک میکنه و اینجا وینیکات به این موضوع اشاره میکنه، میگه تو برای من خوب بودی، تو به من کمک کردی و همون کاری که تو برای من کردی و میتونی برای خودت هم انجام بدی. اه، و این شکلی در واقع اه، این رو منتقل میکنه به گانتریپ که تو میتونی از پس خودت برمیای. و باز یه جوانمردی و یک در واقع بینش عالی رو که ما اینجا میبینیم اینه که اگرچه که به گانتریپ میگه تو برای من خوب بودی و من از این بابت ممنونم، دقت بکنید وینیکات به عنوان روانکاو داره به گانتریپ میگه تو برای من خوب بودی، ولی نیاز نیست که در واقع انقدر بر من خوبم باشی. باز از اون یه تیر و دو نشون زدن هاست. میگه تو اگر بر من خوب نباشیم، من حالا درسته که اون قدری که الان احساس میکنم روانکاو خوبیم، شاید دیگه احساس نکنم که روانکاو خوبیم، که ولی میتونم با این حس خوب نبودن خودم کنار بیام و این شکلی باز در واقع با یه نشون دومی به گانتریپ میگه که تو نیاز نیست که خیلی نقش آدم خوب رو برای من بازی بکنی. اون تلاشی که داشتی برای بیرون کشیدن مادرت از افسردگیش انجام میدادی، نیاز نیست، تو به اندازه کافی به مادرت خوبی کردی. اینو من دارم میگم دیگه در ادامه صحبت‌های کارت. در اینجا گویی من مادری داشتم که میتوانست به فرزندش اهمیت دهد و من را قادر میساخت که با آنچه در زندگیم قرار بود بعدا اتفاق بیفتد مقابله بهتری داشته باشم. یکی از نقاطی که رانتریپ میگه من با وینیکات مخالف بودم جایی بود که گاهن پرخاشگری من را به نوعی برگشتن به سادیسم کودکی تعبیر میکرد، جایی که به زعم او یک پرخاشگری کور و بیرحم اتفاق بیفته. حالا علیرغم همه تعاریف و تمجیدهایی که از وینیکات داره توی این مقالش، اعتراضش رو هم به وینیکات میگه که در واقع شبیه فربرن که در واقع دو تا فربرن رو میزد، یکی هم در واقع تاییدش میکرد، اینجا برعکس دو تا وینیکات رو تایید میکنه، یه دونه وینیکات رو میزنه و نقد میکنه. میدونین که در واقع وینیکات یه نظریه داره، یعنی در بخشی از نظریه خودش به یک حالتی در واقع pre-wrath aggression، یعنی خشم کور در واقع سادیستیکی بچه ها دارن و به زعم وینیکات این رو توی رحم مادرشون هم دارن و مثلا الکی لگد میندازن به مادر توی رحم. و بعدها تا مدتها این سادیسم رو، خشمیه که بدون دلیل از نظر وینیکات دلیلی نداره، همینجوری میاد بالا و کوره از نظر وینیکات. و این رو هر از گاهی در پی این نظریه خودش هر از گاهی تفسیرهای این چنینی هم به گانتریپ میداده، میگفته تو اینجا داری سادیستیک خشم می‌ورزی به من، حواست باشه لگد نزنی ها. خب و این رو در واقع خیلی تو بستر کلاینی میشه در واقع فهمید دیگه. و وینیکات هم خب خیلی اثرپذیری زیادی از کلاین داشته اونجا، حالا واردش نمیشیم. نظریه پارانوید اسکیزوئید ملانی کلاین این خشم رو خیلی زیاد راجبش صحبت کرد، خشمی که میاد بالا به شدت ویرانگره، به شدت سادیستیکه و ضربه زننده هستش. هر از گاهی از این تفسیرها وینیکات میداده به جناب آقای گانتریپ و گانتریپ میگه که من اینجا وینیکات رو قبول ندارم و با تفسیرش مخالف هستم.
تفسیر خود گانتریپ چیه در ارتباط با خشمایی که هر از گاهی تجربه میکنه؟ گانتریپ میگه من فکر میکنم این پرخاش ها به نوعی برای دریافت پاسخ از یک مادر سرد بودند. تفاوت نگاه گانتریپ رو اینجا ما داریم با وینیکات. وینیکات میگه که این خشم ها بدون دلیل هستند و سیدیستیکن، آزار دهنده هستند، ولی گانتریپ معتقده که نه، این خشم ها به دلیل در ریاکتیون، یعنی در واکنش به یه چیزی هستن. و باز اینجا من نگاهم به کلاینیا و وینیکات نزدیکتره، ولی این رو همیشه در واقع چون من آبجکت ریلیشن رو با دکتر دهخانی یاد گرفتم به ایشون ارجاع میدم. دکتر دهخانی خیلی طرفدار این نگاه گانتریپ بود که خشم ها همیشه ریاکتیو هستن و در پاسخ به یک مادر سرد که در واقع این خشم برانگیخته میشه و فرد میخواد که یک پاسخی رو دریافت کنه. ولی توی نگاه های دیگه کلاینی، فرویدی، وینیکات، خشم ها میتونن صرفاً خشم باشن و ریاکتیو نباشن. و اینجا میگه گانتریپ میگه که از نظر من روانکاوی نوعی روان درمانی است که در نتیجه فراهم کردن رابطه انسانی قابل اعتماد، قابل فهم با بخش‌های آسیب دیده و سرکوب شده اتفاق می‌افتد، به گونه‌ای که فرد را قادر می‌سازد تا در امنیت یک رابطه واقعی جدید به طور پیوسته قادر به زندگی با میراث آسیبزای سالهای اولیه شکل‌گیری خود باشد، همانطور که این میراث در آگاهی نفوذ می‌کند یا فوران می‌کند. روانکاوی شبیه یک تکنیک تجربی نیست که به خودی خودش کار کند، بلکه تعامل یک ارتباط دو طرفه است. کاملا باهاش موافقم. روانکاوی به شدت یک فرایند انسانیه، به خاطر همین من خیلی در واقع طرفدار نگاه‌های کوتاه مدتی که اضطراب زیادی در آنالیزان‌ها ایجاد میکنن و بعد میگن که خب ما یه اضطراب رو ایجاد میکنیم که از دل این بحران یه رشدی اتفاق بیفته. خب به چه قیمتی؟ ما نمیخوایم که در واقع تهاجمی کار بکنیم. روانکاوی به شدت یک ارتباط انسانی است. شخصیت دو فرد با هم کار میکنند تا یک رشد خودانگیخته را دامن بزنند. روانکاو به همراه مراجع رشد میکند. این نگاه گانتریپ هستش. فربن برای من به عنوان یک شخص جایگاه پدر حمایتگر را بر عهده داشت و به عنوان یک تحلیلگر کمک کرد بفهمم بعد از 4 سالگی چطور برای رسیدن به استقلال از مادر تلاش کردم و چه نقشی در شکل‌گیری شخصیتم داشت. بدون کمک او در میانسالی مثل مادرم میشدم. و وینیکات به عنوان فردی کاملا متفاوت نقش مادرانه‌ای را برای من ایفا کرد. من به هر دوی آنها نیاز داشتم و این موقعیت را پیدا کردم که هر دو را پیدا بکنم. بدون شک یک تحلیلگر نمیتواند همه آنچه آنالیزان به آن نیاز دارد را به او بدهد و ما باید به بیماران این اجازه را بدهیم تا آنجا که میتوانند از ما به عنوان تحلیلگر بهره ببرند. You get out of analysis what you put into it. در نهایت گانتریپ مقالش رو به انتها میرسونه و یه جمله هم از فربرن برای ما به یادگار میذاره. من یه بار دیگه این جمله رو میخونم و ترجمه میکنم و شما رو در واقع به دیگری بزرگ بعدش باید بسپارم. You get out of analysis what you put into it. فربرن گفته این جمله رو. میگه شما آن چیزی را از روانکاوی دریافت کنید که تو روانکاوی بذاریم و بیاریم. هر چی تو روانکاوی بذاریم بیاریم برداشت میکنید. باشد که جلسات بعدی روانکاوهای دیگه ای رو بشناسیم و مقالات دیگه ای رو بتونیم خدمتتون باشیم. دیگری بزرگ نگهدار و یاور شما باشد.